جورج جرداق نویسنده و متفکر و ادیب طراز اول معاصر مسیحی لبنانیه. حدود کمتر از 20 سال پیش از دنیا رفت. کتاب 5 جلدی معروفی داره به نام الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالة الانسانیه. داستان این کتابم بسیار جالبه. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر یه نامه‌ای برای ایشون مینویسه آقای جورج جرداق، شما وکیل دادگستری هستی، شما یه حقوقدان هستی، من یه مظلومی میشناسم که از شما میخوام دفاع از پرونده این مظلوم رو عهده‌دار بشین. اسم این مظلوم علی ابن ابی طالبه و ایشون با نامه مرحوم آقای امینی میرن زندگی علی ابن ابی طالب رو مطالعه میکنن و چنان تحت تاثیر مظلومیت و عدالت این مرد قرار میگیره که یکی از زیباترین کتاب‌های عربی قرن 20 همین کتاب جورج جرداقه، الامام علی صوت العدالة الانسانی. یه جایی تو کتابش مینویسه ای کاش تاریخ یه دادگاهی داشت که من میرفتم در این دادگاه تاریخ بر علیه معماران سقیفه اقامه دعوا میکردم که چرا بشریت رو از این کمال محروم کردن. علی ابن ابی طالب 4 سال و 8 ماه زمام امور مسلمین رو در دست گرفت. یه نهج البلاغه‌ای در این 4 سال و 8 ماه تولید شد که من بعضی از قسمت‌هاشو صدها بار خوندم و هنوز آتشم به خوندنش فروکش نکرد. چه میشد اگر علی 25 سال خانه نشین نمیشد و میذاشتن که علی رهبری و هدایت امت رو عهده‌دار بشه؟